و آقای دکتر زنده‌دل عزیز به ما بگن که برای درمان سنگ کیسه صفرا چه راهکارهایی وجود داره؟ بله. ببینید توی پزشکی درمان به خصوصی توی سنگ کیسه صفرا ما نداریم. البته داروهای اومده و داروهایی هم بعضا معروف هم شدند، ولی در پزشکی دارم طب رایج دیگه. طب رایج قرصای خوبی هم اومده ولی دفع نکرد، یعنی مردم که استفاده کردن به نتیجه مطلوبی نرسید. درسته. نهایتاً متخصصین جراح اعتقادشون بر اینه که آقا معطل نکن خودت، بیا سنگ کیسه صفرا رو عمل کن، در بیار، اصلا کلا کیسه صفرا رو در بیار راحت شی. هیچ عضوی رو خدا بی حکمت توی بدن ما نذاشته و خدای متعال کیسه صفرا یکی از بزرگترین خدمات رو توی هضم مواد غذایی به خصوص چربی ها و پروتئین ها به ما میکنه و این خدمت بسیار ارزشمندیه. حیفه که این خدمت رو و این خادم بی موضوع مواجب رو ما از بدن اون دفع کنیم بندازیمش دور. گناه داره واقعا. پزشکی راه دیگه ای نداره. اگر دیابت داشته باشی حتی لجن صفراوی هم داشته باشی عملت میکنن. اگر دیابت نداشته باشی میگن اگه سنگ داری بیا حالا عمل کن. یعنی دیابت یکی از شاخصهای خیلی مهم توی پزشکی هستش. بعد البته توی پزشکی خیلی توصیه به خوردن مواد غذایی اینا شده، غذای سالم مثلا اینجا شده، ولی توی طب سنتی برای درمان اولین هدفش کاهش درد. میگه یه کاری کنیم اول درد نداشته باش، زندگیت راحت باشه، حالا من بهت یاد میدم چیکار کنی که این اصلا کلا جمع شه. درسته. حضرت استاد نظرش اینه که شما برای درمان سنگ کیسه صفرا و کبد چرب سرکه انگبین مصرف کن. تو کیسه صفرا سرکه انگبین تو میگه زیاد بخور. همون سکنجبینی که با شکر درست میکنن توی طب سنتی به جای شکر عسل بهش میزنن و بهش میگن سرکه انگبین. انگبین به زبان فارسی همون عسله. عسل کلمه عربیه، فارسی عسل میشه انگبین. سرکه انگبین یعنی ترکیب سرکه و عسل. البته سرکه انگبین تو ترکیبش عرق نعنا هم داره. عرق نعنا 2 واحد، عسل 2 واحد و سرکه 1 واحد. واحد یعنی اگر قاشق 1 قاشق، اگر لیوان 1 لیوان، هر چی دیگه 1 واحد. به این شکل اول شما سرکه رو به اضافه عرق نعنا میجوشونی و بعد از اینکه به دمای جوش رسید خاموشش میکنی، عسل رو بهش اضافه میکنی و به قول معروف کف میده، اون کف عسل رو ازش میگیری یواش یواش. این آماده است برای استفاده کردن و برای خوردن. ایشون معتقد است که شما 2 تا لیوان پر سرکه انگبین رو تو 1 روز بخوری درد بلافاصله از بین میره. بعد از اینکه درد از بین رفت به مرور زمان تا 40 روز سرکه انگبین رو بعد از نهار و بعد از شام نصف لیوان به اضافه بقیه‌اش آب خنک هم بزن، مثل نوشابه بسیار لذت بخش خوشمزه، آرام آرام با لذت بخورش و سنگ به طور کامل برطرف میشه. و خیلی هم جواب داده. اما تو آدمای چاق کمتر جواب میده و آدمایی که طبیعت سردی دارن کمتر جواب میده. خیلی ها هستن طبعشون گرمه، ظرفیت دارن و کیسه صفراشون هم مشکل پیدا میکنه چون طبیعتشون گرمه، جنبه دارن. بدنشون جنبه بالا رفتن حرارت رو داره. حالا اون کسی که طبیعتش سرده اصلا بدنش ظرفیت گرم شدن نداره. شما وقتی که دچار مشکل کیسه صفرا میشی همراه با اون یه عالمه خارش داری تو تنت، اصلا نمیتونی یه لحظه رو تحمل بکنی. یه عالمه ناراحتی‌های پوستی داری. خب اینجا سرکه انگبین اونها رو هم درمان میکنه. اساتید طب سنتی معتقد هستند برای کنترل درد توی سنگ کیسه صفرا اولین کاری که میکنی دست راست طرف رو فست کن. یه رگی داریم به نام باسیلیق. همه اساتید، همه کسانی که طب سنتی کار میکنن این رگو میشناسن. فست دست راست وارد باسیلیق رو بزن و یه مقدار خون سیاه و تیره از این رگ میاد بیرون. هنوز این تمام نشده درد کنترل میشه و بعد از اینکه رنگ خون روشن شد کشف میزنی تمام و بلا فاصله بعد از اینکه این کار کردی درست محل درد رو بادکش میکنی.
به شکل معجزه آسایی سنگ کیسه صفرا تبدیل به لجن صفراوی میشه و لجن صفراوی گفتم مثل لاستیک میمونه، سر میخوره وارد روده میشه، تمام شد، از طریق مقعد و از طریق مدفوع دفع میشه. کیسه صفرا نجات پیدا میکنه. خب کیسه صفرا که به این خوشگلی به این راحتی میشه درمانش کرد، چرا عمل میکنیم درش میاریم؟ این یکی از روش هاست. درمان سنگ کیسه صفرا سخت نیست، ساده است، مگر اینکه بیمار باشه، مگر اینکه کبد داستان داشته باشه. اونها به این وسیله با این کارا درست شدنی نیست. ولی فقط صرفا سنگ کیسه صفرا که آزار سنگینی هم هست و بیماری هم نیست. سنگ کیسه صفرا مرض نیست، بیماری نیست، یک به قول معروف فرایند ناخوشایند توی سلسله هضم بدن ماست که ما میتونیم اون اصلاحش کنیم، در واقع اصلاح بکنیم. یکی از اصول اصلاح زندگی سالم همین جلوگیری از ایجاد سنگ کیسه صفراست. من چند تا گیاه مؤثر رو میگم که توی چیز امتحانشون رو پس دادن این گیاه ها، مثل زنیان، رازیانه، آویشن، بابونه، کرفس، انیسون، سیاهدونه، شیوید، گشنیز، همیشه بهار، گل همیشه بهار که همه میشناسن، کاسنی، شاهدره، خرفه، شیرین بیان، قاصدک. از همه مهمتر اینا نسترن. معجزه آساس این نسترن، یعنی توی سنگ کیسه صفرا، دفع سنگ کیسه صفرا، خوردن نسترن معجزه است و بسیار بسیار اثرگذار و خوبه. و یکی دیگه از گیاهانی که خیلی مؤثر هست به عنوان درمان اختصاصی ازش یاد میکنن، خوردن آب زرشکه. اما آب زرشک یه خوبی داره یه بدی. خوبیش اینه که کبد رو خنک میکنه، کیسه صفرا رو پاکسازی میکنه، دیگه از این بهتر چی میخوای؟ یه بدی هم داره که معده رو سرد میکنه. مثل انار میمونه. دیدی انار خدا دوندون آفرید؟ آب زرشک هم دوندونه، هر کدوم خودش یه میوه است. شما وقتی یه مش آب زرشک داری نمیتونی آبشو گرفتی همه رو بزنی بالا، پدر معده در میاد، معده سرد میشه. سردی معده خودش عوارض خودشو داره. آب زرشک رو باید ذره ذره خورد، یواش یواش خورد. با 5-6 دقیقه طولش دادی استکان آب زرشک رو میخوای بخوری، با لذت به آرامی بخور، طوری که معده سرد نشه اما کبد خنک شه و سنگ کیسه صفرا برطرف بشه. یا مثلا رب انار. رب انار یه قاشق غذاخوری بگیرید وقتی که میدونید سنگ کیسه صفرا دارید یا مثلا لجن صفراوی دارین، مثل بستنی بخور. یه قاشق غذاخوری رب انار ملسو بگیر، آروم آروم. بچه‌ها چجوری بستنی رو لیست میزنن؟ یواش یواش میخورن، دوست ندارن تموم بشه. رب انار رو آرام آرام، چون یهو رب انار رو بخوری معده سرد میشه، دیگه نمیشه با این معده سرد شده راحت امورات دیگر رو گذرون. اینی که ذره ذره آرام آرام با لذت رب انار ملس. اگه سنگ کیسه صفرا شدیده، رب انار ترش اشکالی نداره، با لذت و آرامی بخور و هر ذره ای رو که تو میخوری وارد میشه و هضم میشه، کیسه صفرا رو نجات میده و آرام آرام توی کیسه صفرا اون غلظت صفراوی کم میشه و غلظت صفراوی که کم بشه دوباره تبدیل به صفرای معمولی غلیظ میشه و از مجاری صفراوی داخل وارد اثناعشر میشه و مکانیزم هضم رو به سادگی و آرامی ادامه میده.